بسم الله الرحمن الرحیم. سوره رعد آیه مبارکه 14 الی 18، صفحه 251. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در این آیات مبارکه بیان میکنه که شایسته عبادت تنها الله هستند و کسانی که غیر الله را عبادت میکنن اونا باطل هستند، عاجز و ناتوان هستند، محتاج هستند. عظمت الله متعال بیان میشه که همه مخلوقات الله را سجده میکنند و نه تنها خودشان بلکه سایه اونا هم الله را سجده میکنه و الله ایره بیان میکنه که بینا و نابینا، روشنایی و تاریکی با هم برابر شده نمیتونه. یعنی مسلمان و کافر الله مثال میده و مثال حق و باطل را الله متعال در این آیات مبارکه بیان میکنه. الله متعال میفرماید له دعوت الحق. الله را از شایسته عبادت تنها الله مستحق و شایسته عبادت هست، چون خالق هست، مخلوق نمیتونه شایسته عبادت شود. والذین یدعون من دونه، والذین آنان را که یدعون عبادت میکنن من دونه بجز الله متعال، لا یستجیبون لهم، استجابت کردن نمیتونه برایشان دعایشان را، بشیء هیچ چیز را استجابت کردن نمیتونه، هیچ دعایشان را. آن الله عجزش و ناتوانیش بیان میکنه. الا کباسط کفیه، مگر کسی که کف دستش را دراز بکنه الی الماء، بسوی آب، لیبلغ فاه، تا آب به دهنش برسه، و ما هو ببالغ، آب به دهنش نمیرسه. آب نمیتونه که راه پیدا کنه و دهن بره تا ای که انسان آب را به دهنش داخل نکنه. اینجا مثال الله میده که کسایی که از غیر الله میخواین، از قبر میخواین، از مرده میخواین، از بت میخواین، بطل معنا میده که یک نفر دستش به طرف آب دراز بکنه و بخواه که او دهنش بره، نمیره. با دراز کردن دست آب به دهن نمیره. به می شکل قبول نمیشه آنچه که میخواه از غیر الله. و ما دعاء الکافرین، نیز دعای کفار، الا فی ضلال، مگر در گمراهی و ناامیدی. عظمت الله متعال بیان میشه. ولله، خاص در تصرف الله، خاص الله را یسجد، سجده میکند، من فی السماوات، آنچه که در آسمان ها است، ملائک الله را سجده میکنند، والارض، در زمین مخلوقات الله را سجده میکنند، طوعا و کرها، با خوشی و ناخوشی، با خواسته و ناخواسته. یک بار کافران به زمین مفته به پیشگاه الله. و ظلالهم بالغدو والآصال، و سایه های از اینا در صبح و شام الله را عبادت میکنند. وقت انسان سجده میکنه، سایه هم امرای سجده میکنه. الله اینا بیان میکنه. قل بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من کی از رب السماوات، پروردگار آسمان ها، و الارض، زمین. اینا الله به مشرکین میگه به شکل تمسخر که اینا به الله شریک مقرر میکردن. قل الله، بگو الله خالق از اینا هست. قل بگو برشان ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، افاتخذتم، آیا شما گرفتین من دونه بجز الله متعال، اولیاء، کارساز، بت آوردین، کارساز گرفتین، در حالی که لا یملکون، مالک نیستن، لانفسهم، از برای نفس هایشان، نفعا ولا ضرا، نفع ضرر را. یک نفر به خود نفع ضرر را رسانده نمیتونه، پس چگونه او عبادت شود؟ قل بگو برشان ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم،
هل یستوی الاعمی، آیا برابر است انسان نابینا و البصیر و بینا، کافر نابینا مسلمان بینا هست؟ ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا برابر است تاریکی ها و روشنایی، اینا با هم برابر شده نمیتونند. ام جعلوا لله، آیا گرفتن به الله متعال شرکاء شریکان، خلقو که خلقه، که اینا مانند خلقت الله خلق کرده میتونن، هرگز اینا چیز را آفریده نمیتونن. الله بیان میکنه که فتشابه الخلق علیهم، خلقت به اونا متشابه شده. الله خالق است، مخلوق خالق شده نمیتونه. قل الله، بگو الله متعال خالق کل شیء، خالق همه چیز است الله. و هو الواحد القهار، الله متعال واحد و قهار هست، ذات غالب و یگانه هستند. آن الله متعال برای حق و باطل مثال را بیان میکنم. مثال الله ای هست که باران از آسمان میآید، در رودخانه ها به اندازه میره و کف آب که او به درد نمیخوره بالای آب قرار میگیره، چوب و خس میگیره. الله میگه باطل مثل کف آب هست. یا ای که یک نفر مزگر هست یا زرگر هست، وقتی که طلا را ذوب میکنه، کفی که بالای ذوب طلا میآیه او کف به درد نمیخوره، اصل امو طلای هست که قرار داره. پس مثال باطل را الله مثال کف آب یا کف طلا و اینا بیان میکنه که او به درد نمیخوره. الله بیان میکنه انزل، الله نازل کرده، من السماء، از آسمان، ماء آب را، فسالت اودیه، پس جاری شده در جوها به قدره ها، امی آب در رودخانه ها به اندازه امو رودخانه. اگر بیشتر شود خب انسان ها با مشکل مواجه میشه. فاحتمل السیل زبدا رابیا، آل الله بیان میکنه که امی کف که است بلند و روی آب قرار میگیره و چیز خاص را با خود می داشته باشه. و مما یوقدون علیه فی النار، و آنچه که در آتش انداخته می شود که مس بوده باشد، طلا بوده باشد، ابتغاء، به خاطر خواستن حیلیت زیورات، او متاع، یا متاع، زبد مثل، مانند آن کف هم داره. الله میگه کف از او باطل، مثل با دین باطل واره هست. کذالک، همچنین، یضرب الله، بیان میکند الله متعال الحق و الباطل، مثال حق و مثال باطل را. آن الله میگه فاما الزبد، آن کف که است او از بین رفتنی است، فیذهب جفاء، او میره و خشک میشه و سود بر کس نمیرسه. و اما و آنچه که ما ینفع الناس، نفع میرسانه به مردم، فیمکث فی الارض، میمانه که او آب هست و طلا هست. پس حق رمتر ثابت است و باطل مثل کف وار است، از بین میره. کذالک، همچنین، یضرب الله، بیان میکند الله متعال الامثال، مثال ها را. مثال الله به خاطر فهماندن انسان ها که بفهمند دین حق و دین باطل را الله بیان میکنه. آن الله متعال برای مؤمنایی که پابند به احکام دین الله هست پاداششان بیان میکنه. للذین، از برای آنان که استجابوا، استجابت کردن، قبول کردن دین الله را، لربهم الحسنى، از طرف اللهشان سرانجام نیک است که بهشت است و رضایت و دیدار الله هست. والذین، آنان که لم یستجیبوا له، استجابت نکردن دین الله را، لو ان لهم، آن الله میگه اگر در آخرت به اینا فرضیه هست، بالفرض بوده باشه، ما فی الارض، آن چی که در زمین از جمیعا همه، و مثله معه، و مانند آن، لفتدوا به، عوض بتن، اما الله میگه از عذاب خلاص نمیشن. اولئک، می جماعت، لهم، از برایشان، سوء الحساب، بدترین حساب که به دست چپشان داده میشه اعمال نامیشان. و مأواهم جهنم، و جایشان دوزخ است. و بئس المهاد، و بد مکان و جایگاه هست جهنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.